صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. از انس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: مؤمن شمرده نمی شود یکی از شما تا دوست داشته باشد برای برادرش آنچه را که برای خویش دوست می دارد. از حسن ابن علی رضی الله عنهما روایت است که گفت: از رسول الله صلی الله علیه و سلم به یاد دارم که فرمود: آنچه را که تو را به شک اندازد رها کن و به سوی چیزی که تو را به شک نیندازد روی آور. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود: از آنچه شما را منع کردم پرهیز نمایید و آنچه شما را به آن دستور دادم آن را به جای آورید تا اندازه‌ای که توانایی آن را دارید، که همانا کسانی را که پیش از شما بودند سؤالهای بسیار و اختلافشان بر پیامبرانشان نیست و نابود نمود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.